سلام، چطوری؟ خوش اومدید به قسمت 4 مایکرافت سوروایول من. تو این قسمت ما قراره که یه دونه فارم آهن بسازیم که دیگه نیاز نباشه برم قار، چون که قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم دهنم سرویس شده تا یه سویت آهن به دست بیارم که چند تا وسیله به دست بیارم. و اینکه ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بذارید روی عام تا هر موقع ویدیو جدید میذارم بیاین و ویدیو ما رو ببینید. بدون مقدمه بریم سراغ ویدیو. خب بچه بذاریم براتون توضیح بدم توی قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم چی کارا کردم. خب قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم من اومدم اینجا یه دونه فارم ساختم که این بدبختا تو این جا اسیر شدن و رفتم و یه دوتا ویلیجر اسیر کردم با قایق و بردم اینجا که فارمشو بسازیم. و همینطور تو این کوههای اونجا رفتم توی قاراش و چند تا نزدیک 30 تا آهن پیدا کردم و کندم. قار خیلی بدجوری هم بود که بیایم تو این ویدیو بریم و یه دونه فارم بسازیم و به مقدمی بریم سراغ ساختن فارم. خب بچه همونجوری که میبینید من یه چاله 5x5 در نمیدونم چقدر کندم که بریم اون پایین فارمون رو بسازیم. ولی قبلش ما نیاز به تخت داریم. بله ویلیجوری که میخوام بندازیم اون تو باید تخت داشته باشم. پس اینجا من یه تخت از قبل داشتم، چوبا رو تبدیل به بود کنم. فکر کنم این 40 تا بس. خب حالا این وودا رو باید بذارم اینجا، اینو بذارم اینجا. نه او چقدر نیازه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 تا کلا ساختیم. 6 تا دیگه نیازه. بچه من ویدیو رو استوب میکنم اینجا، من برم یه چند تا وول از اینا بکنم بیایم و بقیه ویدیو رو بگیریم، چون من نمیدونستم من الان بیشتر میخواد. بچه باورتون میشه
اصلا من یادم نبود که برای ساخت این نیاز به چند تا ریاض ما داریم. فکر میکردم نیاز به 2 تا داریم، نگو با نیاز به 16 تا از این پولا داریم. خب به هر حال من الان 20 تا جمع کردم که دیگه امیدوارم دیگه بس باشه، چون که دهنم سرویس شد تا بخوام 30 کیلومتر دویدم تا بتونم سری به دست بیارم اینا. خب این از این، 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 از این، از این، از این، از این، از این و از این دیگه، اینم آخریش. خب بچه همونجوری که فکر کنم میدونید بابا، ما برای ساخت این فارم نیاز به شغل داریم و برای شغلم بهترین شغلی که میتونیم به ویلیجر رو بدیم، نمیدونم اسمش چیه، ولی اون ویلیجری هست که با که ساخت وسیلش با فیلینتن اسلیله، اون یارو باید 20 تا از اونا پیدا کنیم. پس من باید برم و بیا اینجا رودخونه، باید بیام اینجا بگردم دنبال فیلینت که ببینم فیلینت اگه پیدا کنم، یا حالا گرول، مثلا فیلینت گرول، نمیدونم اسمش چیه، حالا فعلا همینجوری بهش میگیم گرول. خب ما گرول رو پیدا کردیم، یه 20 تا گرول جمع میکنیم میبریم اونجا، انقدر میذاریم میکنیم تا 20 تاش تبدیل به 20 تا فیلینت بشه. که همینجور که میبینیم من الان دارم میکنم 20 تا جمع کنم. خب بچه تا من اینا رو بکنم ویدیو رو یه کوچولو سری میکنم.
بچه من یه دقیقه که استوب کردم ویدیو رو گم شده بودم، میخواستم ببینم کجا استوب کردم که ببینم کجا. یعنی که الان که رامو پیدا کردم دیگه ویدیو رو استوب نمی کنم، سریعتر برسیم به اونجا.